بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلسله مباحث مربوط به دعوت امام احمد الحسن علیه السلام، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام. مبحث سوم یعنی وصی و رسول امام مهدی علیهم السلام قبل از ظهور و قیام ایشون مبعوث شده و می آید و طبیعتا ایمان و اطاعت ایشون واجب هست. قسمت 121 انشالله تقدیم عزیزان میشه. خب ما وارد بخشی شدیم که اثبات قیامی، گفتیم میخوایم اثبات بکنیم که قیامی داره وصی امام. خب ما برای ما روشن شد که بعثت و دعوتی داره وصی امام مهدی قبل از ظهور امام مهدی، ظهور و قیام امام مهدی. برای ما روشن شد که غیبتی داره وصی امام مهدی قبل از ظهور و قیام امام مهدی که خب طبیعتا باید قبلش مبعوث شده باشه تا این غیبت باشه قبل از ظهور و قیام امام مهدی. و گفتیم دیگه میخوایم یه مبحث بخش سومش هم به این موضوع اختصاص بدیم که احادیث خیلی زیادی هم در این رابطه وجود داره که قیامی که وصی و رسول امام مهدی قبل از ظهور و قیام امام مهدی داره. ولی گفتیم برای این بخش سوم یه چند تا مقدمه تقدیم بکنیم که رسیدیم به مقدمه سوم. خب در مقدمه اول و دوم برای ما روشن شد پرچم حق و هدایت و قیام و جهاد حق و مشروع و در راه خدایی وجود نداره مگر برای معصومین و خلفای الهی و طبیعتا آل محمد صلوات الله علیهم، اهل بیت صلوات الله علیهم. و طبیعتا همین دوتا هم این ما رو به این مسئله میرسونه که آقا پس تا زمانی که شخصی از اهل بیت قیام نکرده، کسی یا پرچم بلند نکرده، حالا این پرچم چه برای قیام چه برای برپای حکومت هست، بلند نکرده، کسی حق نداره بره همراهی بکنه هست. ولی خب ما میبینیم در احادیث متعددی هم باز اهل بیت برای همین مقدمه سوم اینه که این باز خود همین موضوع رو برای ما بیان کردن که خب احادیث متعدد در جلسات گذشته ذکر شد برای ما که این مطلب رو برای ما روشن میکرد که تا زمانی که اون قیام کننده از آل محمد قیام نکرده، کسی حق نداره بره همراهی کنه این پرچم ها رو و در قیامی مشارکت بکنه. حدیث دیگری هست که باز این مسئله رو اثبات میکنه که این جلسه بهش خواهیم پرداخت. این حدیث در ابتدا عرض کنیم در که کجا اومده، در کتاب کافی جلد 8 صفحه 310 و در کتاب وافی، کافی که خب شیخ کلینی است معروف است، کتاب کافی جلد 8 صفحه 310، در کتاب الوافی از فیض کاشانی جلد 2 صفحه 443، در تفسیر برهان از سید هاشم بهرانی جلد 4 صفحه 166، در کتاب وسائل الشیعه چاپ آل‌البیت از شیخور عاملی جلد 15 صفحه 52 و در تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 46 و در بهارالانوار جلد 52 صفحه 304 این حدیث ذکر شده که جناب عمر ابن حنظله میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود قبل از قیام آن قیام کننده یا همون قائم 5 علامت است که فهمیدیم دیگه اون قیام کننده در برامون تا اینجا هم واضح شده دیگه، اون همون قیام کننده از اهل بیت صلوات الله علیهم دیگه، آن قیام کننده از اهل بیتی که وعدش خب در احادیث متعددی هم داده شده. خدمت بزرگواران عرض شود گفتش میفرماد قبل از اینکه اون قیام کننده بیاد قیامشو بکنه 5 تا علامته که خب این یه مقدار علامت ها معروف هست که عبارت هم از سیحه، سفیانی، خسف که معنی همون بلعیده شدن توسط زمینه، قتل نفس زکیه و یمانی. جناب عمر ابن حنظله میگه عرض کردم فدایت شوم اگر کسی از خانواده شما، فامیل و خانواده و هرچی، قبل از این، اگر کسی از خانواده شما قبل از این علامات خروج کرد، آیا ما نیز همراه با او خروج کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود خیر. یه عرض کردم جلت و فداک ان خرج احد من اهل بیته قبل هذه العلامات ان نخرج معه. اگه یکی از خانواده شما، فامیل شما اومد قبل از این علامت ها خروج کرد، ما به همراهش خروج کنیم؟
خب خانواده شما طبیعتا شخصی غیر از قیام کننده که کسی که از اهل بیت بخواد قیام کنه طبیعتا این دیگه، ولو اینکه فامیل اهل بیت باشه به این شکلی، نه سید باشه مثلا، از فرزندان امامان باشه مثلا، ولی خودش امام معصوم نباشه، خودش از آل محمد اهل بیت صلوات الله علیهم نباشه، از اون اهل بیت معصوم حجج الهی خلفای الهی اوصیه پیامبر صلی الله علیه و آله. ولی اینکه این شخص اصلا سیده و نمیدونم آی پسر امامه، نمیدونم هرچی، نوه امامه، نمیدونم نتیجه امامه، حالا از نسل یک امامیه، فرق نمیکنه. این نه خیر، فرمود نخرج معه قال لا، فرمود خیر. خب ما گفتیم در جلسات گذشته که اهل بیت صلوات الله علیهم هم برای همین ما رو از این قیام به همراه کسی غیر از اون شخصی از اهل بیت که میاد و قیامی داره و برای قیامش علامت‌هایی وجود داره نهی کردن، که حالا در جلسات آینده دیگه باز می‌بینیم. مثلا اهل بیت گفتن آقا تا زمانی که مثلا اون صیحه یا ندای آسمانی نیامده قیام نکنید. حالا اونا رو دیگه بحث مفصل خواهیم کرد. یا تا زمانی که سفیانی خروج نکرده شما به قولی ثابت باشید، حرکتی انجام ندید، همراهی با کسی نکنید. توجه فرمودین؟ ما رو نهی کردن از هر گونه جهاد، که چون میشه دیگه جهاد البته اسمش نیست، جنگ نیست دیگه، جنگ در راه طاغوت میشه دیگه، نهی کردن ما رو. یا خدمت شما بزرگواران عرض شود علامت های دیگه که حالا انشاءالله در احادیث بعدی، در قسمت های بعدی البته بهش خواهیم پرداخت. خب اینجا الان داریم میبینیم یک قیام کننده ای هست از اهل بیت صلوات الله علیهم که قبل از قیامش علامت هایی هست، و حالا پس قبل از این علامت ها که مربوط به اون قیام کننده از اهل بیت علیهم السلام هست، با احد دیگری حق نداریم خروج کنیم، مگه حتی اینکه این شخص از سید باشه و نه پسر امام و نوه و نتیجه و هر به قولی خویشاوندی و قرابتی با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داشته باشه. نه خیر، حق نداریم همراهش قیام کنیم و فقط با اون قیام کننده‌ای که از اهل بیت صلوات الله علیهم هست، که خب برای قیامش هم علامت‌هایی هست که حالا گفتن بنابراین نباید تا قبلش ما به همراه کسی خروجی رو انجام بدیم، که حالا انشالله از جلسه آینده دیگه ورود میکنیم به بحث اون روایت هایی که اهل بیت باز مثلا با این علامت ها به ما گفتن آقا بشینین سر جاتون، به قولی در پرچمی که غیر از اهل بیت داره برافراشته میشه، چه حالا برای جنگ و جهاد، جنگ دیگه جهاد اسمشو نذاریم انصافا، برای جنگی یا برای برپایی حکومتی به هر ترتیبی به هر مضمونی میخوان پرچمی بلند کنن، حق نداریم همراهی کنیم، که خب طبیعتا با توجه به مقدمات قبلی میشه خروج از زیر پرچم اهل بیت و جدا شدن و جلو زدن دیگه، طبیعتا چون این معنی رو میده دیگه، اینا همه با هم دیگه همه همخوانی داره. خیر، انشالله امیدوارم این بحثم واضح و قابل استفاده برای همه ما بوده باشه و ممنون از توجهتون و الحمدلله وحده و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما. ممنون از توجهتون عزیزان.